اینجا دورک است. منطقه‌ای واقع در استان چهارمحال و بختیاری و از توابع شهرستان لردگان با طبیعتی بکر و بی‌نظیر. در جوار رودخانه پرآب و زیبای خرسان که اهالی آن به دامداری مشغولند. مردمانی شریف که با کمترین امکانات زندگی می کنند، محروم از داشتن برق، گاز و حتی یخچال. 20 سالی ما و دوجی ذره ما برو ذره های 3 سالی این پول های اون سال در اومده بود وضعیتی